بر ساعت، 150، 200 و باز هم بیشتر. حالا دیگر فشار بالها در سرعت حدود 220 کیلومتر بر ساعت هم به سختی 100 کیلومتر بر ساعت گذشته نبود. با کوچکترین پیچی به سر بالهاش به آرامی از حالت شیرجه بیرون آمد و خودش را همچون توپ خاکستری رنگی زیر نور ماه در نزدیکی سطح آب و بر فراز موجها رها کرد. جاناتان چشمانش را بست تا باد نیازاردشان و غرق لذت شد. 220 کیلومتر بر ساعت تحت کنترل او. اگر به جای ارتفاع 500 متری از بلندای 1500 متری میپریدم، تعجب میکردم چقدر سریع. تمامی پیمانهای لحظه‌ای پیش از یاد رفت و به دست باد سپرده شد. دیگر احساس گناه نمی‌کرد و عهد با خود بسته را شکست. چون این قول‌هایی تنها برای مرغان دریایی است که شرایط عادی را می‌پذیرند. کسی که در آموخته‌هاش به کمال رسیده به چنین قول‌هایی نیاز ندارد. با برآمدن آفتاب، مرغ دریایی جاناتان یک بار دیگر تمرین را آغاز کرد. از ارتفاع 1500 متری قایق‌های ماهیگیری به نقاط ریزی در گستره شفاف آب می‌مانست و پرندگان برای خوردن صبحانه همچون ابر کمرنگی از ذرات در هوا می‌چرخیدند. او زنده بود. اگرچه از شدت شوق و هیجان کمی می‌لرزید، ولی از اینکه ترسش را در کنترل داشت به خود می‌بالید. بعد بی هیچ زمین چینی بالهای جلویش را به خود چسباند. سر بالهای کوتاه زاویه دارش را گستراند و یک راست به سمت دریا شیرجه رفت تا آن زمان و رسیدن به سرعت نهایی در بلندای 1200 متری. باد به دیوار صوتی محکمی تبدیل شده بود که اجازه نمیداد جاناتان سریعتر حرکت کند. حالا با سرعتی در حدود 350 کیلومتر بر ساعت یک راست به سمت پایین حرکت میکرد. آب دهانش را قورت داد. میدانست اگر بالهاش در آن سرعت باز شوند به 1,000,000 ذره کوچک مرغ دریایی تبدیل می شود. ولی سرعت قدرت بود و لذت. سرعت زیبایی محض بود. در بلندای 300 متری نوکش را رو به بالا گرفت. انگار سر بالهاش ضربه های پی در پی می‌خورد و در آن باد وحشتناک رو به نابودی می‌رفت. حالا قایق و همه مرغان دریایی کج شدند و همچون شهاب